سرآغاز منظور نمودن روزنامه یورو 2020 با فراگیری نخستین رقابت‌های مرحله چهارک‌نهایی سبقت قهرمانی جهانی کهن باید در علیحدگی قید نمود که فوتبال سرزمین زیر آلپ اروپایی نه تنها مژده‌رسان و آفریننده نتیجه‌های غیرانتظار یورو گردید، بلکه با بازی دلفریب خود هزاران نفران محبوب را برایش پیدا ساخت و این هم البته منتخب فوتبال شویتساریا می باشد. در رقابت از برای دسترسی راحتی مرحله نیمه نهایی پس از شکست فرانسوی های پرستاره، شویتساری ها جسورانه و با افتخار آوردسته دیگر اروپایی از نیم جزیره پیرینه را قبول نمودند. جالبیت خاصه بازی در ورزشگاه سنت پترزبورگ البته از گل نخست بازی در دقیقه 8 رقابت که پس از ضربه قوی ژوردی آلبا با یک خودگل از جانب زکریا آغاز یافت. بر زمین هجومکاری های تیم اسپانی از برای بالا بردن حساب تاخت و تاز شویتساری ها هم به نزد دروازه اونای سیمون کم نبود. در دقیقه 63 رقابت باشد استیون سوبر امکانیت عالی برابرکنی حساب را در اختیار داشت، اما دروازه‌بان اساسی سویلیا صد راه ضربه شویتساری شد. اما در دقیقه 67 باشد جردن شکیری در نبود جک از سروان منتخب شده با نمایش خصوصیت خاصه پیشوایی گل ارزشمند شویتساری ها را از پرتافت سر وقتی رمو فرویلر به ثمر رسانیده با همین نتیجه را 1-1 نمود. 10 دقیقه پس از گل ارزشمند شویتساری ها باشد بر سرشان مشکلات عظیم در این بازی فرو ریخت، زمانی که رمو فرویلر از برای دغل‌بازی شدید بر ضد ژرار ماریانو کارت سرخ مستقیم را طور سر دید. ولی بر زمین نبود یک بازیگری خویش در دقیقه‌های باقی مانده بازی، شویتساری های پرغرور نه تنها حساب مساوی را بازداشته توانستند، بلکه در 30 دقیقه اضافه شده هم دفاعکاری خاصه نموده دروازه‌بان یان زامر هم قهرمانی ها نشان میداد. کارنامه به زوال یان زامر در وقت سلسله ضربه های پنالتی باشد از برای پیروزی دوم هنگام آخر شویتساری ها پس از برطرف کردن 2 ضربه پنالتی بسنده نشد، چرا که اونای سیمون هم 2 ضربه 11 متری را برطرف کرد و روبن وارگاس شویتساری باشد در نوبت خود اشتباه کرد، زمانی که ضربه آخرین هدفرس میکل آیارسابال اسپانی ها را به نیمه نهایی برد. این رویداد علام‌آور برای صلیبیان شویتساری و اساس شادکام های خاصه برای دسته لوئیس انریکه در ساحل های نو گردید. بهترین چهره این رقابت شادمانی آفر و منظره ساز البته که از برای جیش های پرنده سرعت اونای سیمون پذیرفته شد. رقابت بین منتخب‌های پرقدرت بلژیک و ایتالیا از دومین بازی مرحله چهارک‌نهایی گردید که با انجام خویش نه تنها دسته دارنده راحت مرحله نیمه نهایی را معلوم کرد، بلکه دقیقه‌های تماشاباب و منظره ساز به همگان تقدیم نمود. به هم آمدن شاگردان روبرتو مارتینز و روبرتو مانچینی کل انتظارهای مخلصان فوتبال بزرگ را از برای دیدن بازی جذاب به میان آورد و چنین هم شد. هنوز در دقیقه 12 رقابت ایتالیایی ها به کشودن حساب دست یافتند، ولی از برای حالت آفساید گل بنوچی به قید گرفتن نشد. هجوم فوری جوابی بلژیکی ها را باشد پس از ضربه دبروین داناروما برطرف نمود. باز در دقیقه 25 دیدار داناروما ضربه خطرناک لوکاکی را از تبدیل شوی به گل خنثی نمود، اما تیبو کورتوا باشد در دقیقه 30 هیچ صد راه ضربه نیکولو باریلا شدن نتوانست، زمانی که او نخستین گل تیمش را در این بازی وارد دروازه نمود. مخلص اشدی مارادونا باشد در دقیقه 43 با یک ضربه دیدنی حساب را 2-0 کرد و این هم لورنسو اینسینی از ناپولی می باشد. اما یک دقیقه پس از خوشحالی شاگردان مانچینی، روملو لوکاکو از ضربه جریمه‌ای هنگام قاعده ویرانکنی ضد فیلیپ داکو تعیین شده حساب بازی را 1-2 نمود. نیم ساعت به انجام رقابت مانده بود که روملو لوکاکو از پرتافت اولی کوین دبروینه ارسال نموده را از کنار چپ وارد دروازه خالی کردن نتوانست. اینجا البته که اسپینازولا ضربه را صدگذار شد. امکانیت های دیگری برابرکنی حساب از جانب بلژیک باشد در دقیقه 69 و 83 از دست رفت. همین طریق دفاعکاری کلاسیکی ایتالیایی‌ها و کفالتناکی خاصه داناروما در خط دروازه تا آخرین فرصت‌ها پیشتازی دسته از نیم جزیره اپنین را حفظ نموده نسل طلایی بلژیا دیگر باره امکان دسترسی به جایزه‌های ارزشمند را در سبقت‌های بزرگ جهانی از دست داد. ستاره بهترین دیدار باشد از جانب کمیته تکنیکی یوفا لورنسو اینسینی اعتراف گردید. این بود روزنامه یورو 2020. ما را پیگیر باشید.